سلام، چطوری؟ خوبی؟ من از امروز تصمیم گرفتم که تجربیاتم، احساساتم و آگاهی‌هایی که برام میاد و باهاتون در میون بذارم. یه چند وقتی بود که خیلی ذهن درگیری داشتم و همش در مورد آدم‌ها و اطرافیانم قضاوت میکردم، فکر میکردم تو محل کارم. این ذهن اصلاً خاموش نمیشه هیچ وقت، هر روز مشغول فعالیت و این هر روز باعث میشه که تو خسته تر بشی و بیشتر ندونی که باید چی کار کنی، بیشتر ندونی که باید کجا بری و همش تو استرسی، همیشه مشکلات پشت مشکلات، در صورتی که این ماییم که داریم مشکل بر خودمون میسازیم. چجوری به این قضیه رسیدم؟ امروز داشتم تو محل کار، من کارم طلا سازیه، داشتیم برای جداسازی طلا و خاک و فضولات اطراف کار انجام میدادیم و باید اول از همه اون یه بشکه بزرگی آب که پر از کثافته، برگرفته از صابون، خمیر، خاک، آتشغال، همه چی، هر چیزی که فکرشو بکنی توش هست. ما این آب رو باید گرم کنیم و بعد از اینکه جوش اومد اون آب به حالت 100 درجه رسید، شروع کنیم هی هم زدنش که تمام مولکولای آب یکی با هم گرم بشه. بعد از اون ما اسید بهش اضافه میکنیم تا اون کثیفی ها از طلا جدا بشه. حالا توی این هم زدن من به کجا رسیدم؟ تو گرداب افکار خودم. و ما اکثر ما آدم ها تو گرداب افکار خودمون، از افکار منفی، مثبت، همه چی توی ذهنمونه. هی خودمون رو توجیه میکنیم، هی میگیم وای این بده، این خوبه، قضاوت میکنیم، خشمگین میشیم، حسادت میکنیم، افسوس میخوریم، کاشکی میگیم. همه این چیزا دقیقاً مصداق این گردابی بود که من داشتم توی این بشکه میدیدم و این وسط ها تیکه های طلا و خورده های طلا که اونجوری توی اون کثافت ها میدرخشید میومد بالا و اوکی، این روح توه طلا، اون روح توه که فریاد میزنه من اینجام، منو خورد کردی، از این گرداب منو جدا کن. واو. بعد از این همه اتفاقا و گرم شدن آب تبدیل میشه به اینکه نوبته، یعنی در حقیقت این میرسه که ما اسید بهش اضافه کنیم، اسیدی به اسم شاب، و این اسید باعث میشه که کثیفی ها از آب جداشه، از طلا جداشه و یک سطح یه دست و یه آب زلال بهمون میده. اما باز هم اون آب زلال قابل خوردن نیست. اون اسید حکم آگاهی رو داره، آگاهی و حقیقت محض. وقتی که آب رو میریزی یهو مولکولای کثیفی رو میبینی که رو آب معلق شدن، دیگه تو آب حل نمیشن، حالت سفت به خودشون گرفتن و دارن میرن پایین. یعنی وقتی که اونجا آگاهی میاد و ذهنت رو استاپ میکنی و شروع میکنی به گوش کردن آگاهی، اون فکر هست، اون خشم هست، فقط داره خودش رو جمع میکنه تا تهنشین میشه.
با طلای درونت تهنشین میشه. اون طلا عشق توه، محبت توه، روح توه، سرشت و سرنوشت توه، مسیریه که داری میری به تکامل برسی، در صورتی که تو کاملا کاملی، فقط خوردش کردی، ریزش کردی. بعد از چند ساعت تهنشین شدن یه آب زلال میاد، ولی اون آب زلال سرشار از سمه. دقیقاً بعد از یه بحران، بعد از یه اضطراب، احساس خلأ، احساس خلسه، احساس کرخی، و خب براش تلاش میکنی. ما آبو تخلیه میکنیم، میریزیمش دور. یعنی هر چیزی که تا امروز داده شده به تو از اطرافت، از محیط اطرافت، از آدمای اطرافت، از سمپاشی‌های تمام آدمای اطرافت، سمپاشی آدمای اطرافت حکم اسیدو دارن که تو رو از بدی و خوبی جدا کنه. بعد ما دوباره میرسیم به یه خمیر کثیف که تهنشین شده، که لالوهاش خورده‌های طلا رو میبینیم. و آره، وقتی که خشمت فروکش کرده، تمام حجم اون کثیفی تهنشین شده و باز هم تو قابل استفاده نیستی. و اینجاست که کار آتیش میاد به کار. آتش، رنج بهت درس میده، گرمت میکنه، خشکت میکنه، میسوزونتت که به یه نقطه دیگه برسی. وقتی داری میسوزی اینو بدون که داری تمام اون احساسات منفی رو دفع میکنی. و وقتی که گرم میشی، خشک میشی، میسوزی، تازه میرسی به مرحله ذوب. وقتی ذوب میشی، اون کثیفا از بین میره و تنها چیزی که تو این حرارت زیاد میمونه طلاه. باز هم خود توی واقعی و دیگه هیچ فرمی نداری. و اینجاست که میگن مرگ این نیستش که ما بمیریم بریم زیر خاک. مرگ هر روز اتفاق میفته. مرگ هر روز این اتفاق برای ما میفته. هر شبی که پشت سر میذاریم و میریم میخوابیم و یه صبح تازه رو شروع میکنیم، ما هر روز میمیریم و دوباره زنده میشیم. و این تویی که انتخاب میکنی فکر دیروزتو ادامه بدی یا یه فکر جدید، یک ایده جدید. اگر اینو انتخاب کنی، اون کثافت‌های قدیم رو گذاشتی کنار، سوخته، از بین رفته، دود شده، رفته هوا و هیچی ازش نمونده و فقط یه طلای ناب خام مونده که هیچ فرمی نداره. و حالا تو چه فرمی میخوای بهش بدی؟ طلای تو قلب توه. قلب تو چه فرمی میخواد داشته باشه؟ مچاله بشه، باز بشه، زیبا بشه و به زیباییاش جلوه بده؟ موقعی که اون طلا رو میندازی توی آب، بزرگ میشه، بزرگ نمایی میکنه، میدرخشه. وقتی بهش یه ذره جلا میدی، میدرخشه. بله، این فرایند رو طی کرد، از تمام کثیفی‌ها فرار کرد، چون از ارزشش کم نشده بود. طلا هیچ وقت از ارزشش کم نمیشه. تو از ارزشت کم نمیشه با حرفای دیگران، با سمپاشی دیگران. تو همون طلا هستی. حتی اگه زیر پاشونم لهت کنن، تو باز هم طلا هستی. آره، اینجاست که بفهم ارزش خودت چیه و چه راهی رو میخوای انتخاب کنی. طلای درخشانی باشی یا طلایی باشی میونه هزار افکاری که نمیذاره تو بدرخشی و هر روز خورد و خوردتر بشی و بری اون زیر خاک ها تا یه روز یکی بالاخره پیدات کنه، بیاد بهت برسه. نه، این تویی که به خودت باید برسی. کسی پیدا نمیشه.